میخواهید بیشتر پول پیدا کنید و پیام هر روز برتر خوش آمدید. درآمد وقتی رشد میکند که شما رشد کنید. بازار به پیشرفت پاداش میدهد، نه به تنبلی و راحت طلبی. منتظر شکوفایی اقتصادی نباشید و منتظر ماندن بر شکوفایی اقتصادی در حقیقت قمار زدن است و ترس از رکودهای اقتصادی فلج کننده است. برتر بودن و رشد کردن باید روزانه باشد، نه فصلی و نه مقطعی. منتظر انگیزه نباشید. عمل انگیزه را می سازد. وقتی شما اقدام میکنین، عمل میکنین، حرکت میکنین، عمل باعث میشه که انگیزه خود به خود به شما ایجاد شود و شما پیش برید. برنامه عملی که در پیام امروز مطرح شده ای است که اول شما قوی ترین مهارت را شناسایی کنین در وجودتان، زمان بیشتر روی همون سرمایه گذاری کنین، بیشتر وقت برای همون مهارتتان بدین که شما مطمئن هستین نقطه قوتتان است، نه ای که روی ضعفتان فوکس کنین که ضعفات شما ضعفاتان تکمیل کنین و در همه چیز باید همه کار را بفهمین. یه اصل نیست. اصل که شما را رشد میده و زودتر شما میتونین آیت به دست بیارین نیست که نقطه قوتتان سرش فوکس. برعکس مشوره‌ای که در مکاتب برای شما داده میشه، این برعکس از او است. چیزی که نتیجه داده همین است که شما سر نقطه قوتتان کار کنید. نمبر 2، شماره 2، منابع را به نقطه قوتتان اختصاص بدین. منابعی که دارین، سرمایه‌ای که دارین، امکاناتی که دارین، این به نقطه قوتتان اختصاص بدین. اگر شما قوتتان در سرمایه گذاری در ریال استیت است، شما پول و سرمایه تان در این نقطه سرمایه گذاری کنید، نه ای که برین در مسلک دیگه که اصلا معلومات نداره. آموزش، ابزار، سرمایه، همه اینا را به این نقطه قوت شما اختصاص بدید. نمبر 3، سرگردانی و حواس پرتی را کم کنید. همون فوکس باشین، باید تمرکز روی یک نقطه داشته باشین. کدام نقطه؟ نقطه‌ای که قوت شماست. انرژیتون رو ضایع نکنید، دیسترکت نباشین، سرچندین مورد همزمان کار نکنید. یک موردی که واقعا مطمئن است این نتیجه بخش است، سر همون کار کنید. جنرالست نباشین، اسپشیالیست باشین، متخصص باشین در یک بخش خاص، نه ای که در هر کار شما دخیل باشین. این بر شما پول موقتی میاره ولی پول دوامدار و بیشتر شما نمیاره. به اون دلیل شما باید اسپشیالیست باشین. قوت رشد میکند، ضعف انرژی را میگیرد. این پیام امروز بود. تا دیدار.